امروز همچنین با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای مأموری جماعت شهرک نوآباد ناحیه رشت به استفاده داده شد. بینای نوی مأموری جماعت شهرک نوآباد در اساس توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان برای فراهم آوردن شرایط معاصر فعالیت به کارمندان مقامات محلی و در همین زمینه بهره ور گردیدن ساکنان آن از شرایط مساعد خدمترسانی بنیاد شده است. 22 سپتامبر در دوره سفر کاری به ناحیه‌های وادی رشت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه رشت بینای مأموری جماعت شهرک نوآباد را افتتاح نمودند. بینای مذکور در مساحت عمومی 620 متر مربع بنیاد گردیده از دو آشیانه عبارت می باشد. ساختمان آن ماه ایون سال 2019 آغاز گردیده ماه سپتامبر سال 2021 به انجام رسید. با شرافت سیاست خیرتمندانه پیشوای معظم ملت امروزها در وادی رشتان با سفر کاری تشریف آوردند و مورد قید است که جماعت شهرک نوآباد بینای جماعت شهرک نوآباد که به واسطه سنگ اساس را سال 2019 هم گذاشته بودند مورد بهره برداری قرار دادند و ما باشندگان همین جماعت شهرک نوآباد از خدمت صافدلانه و صادقانه پیشوای معظم ملت نسبت تاجیکستان عزیزمان منتداری خود را بیان میکنیم. با تشریف به واسطه جناب عالی زحمت‌های شبانه روزی این شخصیت تاریخی هستند که در 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان یک قطار انشاءات‌هایی که مورد استفاده قرار گرفتند البته کوشش و زحمت صافدلانه و صادقانه پیشوای معظم ملت بود که تاجیکستان عزیز ما امروزها گل شکوفان گشته ایستاده است. یادآور باید شد که سنگ اساسی بینای مذکور را سال 2019 در دایره سفر کاری به ناحیه‌های وادی رشت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گذاشته بودند. در آشیانه یکم بینای مأموری آشخانه تالار مجلسگاه برای 300 نفر جای نشست، 2 حجره کاری در آشیانه دوم، 5 حجره کاری جایگیر می باشد. ما زنان و مادران جماعت شهرک نوآباد سرفراز از آن هستیم که تحت غمخوری به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار داریم. ما از تشبث غمخوارانه جناب عالی بود که در جشن 30 سالگی استقلالیت چنین بینای با حشمت و زیبای جماعت شهرک شده داده شد. سال 1997 اولین بار طبق کوتای پرزیدنتی و دانشکده طبی وارد شده آن را با موفقیت ختم نموده طول 15 سال است که به شهر و جماعت‌های شهرک نوآباد و شهرک غرب خدمت رسانی می‌نمایم. این مست تشبثی به واسطه جناب عالی بود. من سالهای دراز آرزو می‌کردم که به دانشکده طبی وارد شوم. بعضا می‌شد که شرایط نمی‌شد. مست غمخوری به واسطه جناب عالی بود که به ما امکانیت داد که من یک دختر دهقان دانشکده طبی را ختم نموده به خلق وطن خود خدمت رسانی نمایم و همیشه آرزو می‌کردم که یک بار منتداری خود را به جناب عالی رسانم. زی 1000 سال جناب عالی، ما از شما زنان و مادران جماعت به حد منتداریم که دختران و زنان را همیشه دستگیری می‌نمایید و امروز این آرزوی من عملی گشت. سپاسگزار به حد از شما هستید. بنیاد بینای نوی مأموری جماعت شهرک نوآباد در اساس توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان جهت فراهم آوردن شرایط معاصر فعالیت به کارمندان مقامات محلی و در همین زمینه بهره ور گردیدن ساکنان آن از شرایط مساعد خدمت رسانی بخشیده به جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مبلغ گذاری حکومت مملکت به انجام رسیده است. از نام مادران ناحیه رشتان زمین منتدارگی خود را بیان کرده و پیشوای معظم ملت چنین گفتنیم که در تمام ناحیه‌های وادی رشت اینقدر پیشروی و شکوفایی‌های بنیادکاری و سازندگی این همه زحمت‌های شبانه روزی پرزیدنت مملکت است. ما شکر میکنیم قدر میکنیم که چنین همیشه وطنمون آباد باشه و سرور ما دائما تن صحت و سلامت باشه. در اینجا پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان مسئولین را برای اجرای پوره وظیفه‌های خدمتی و مطابق به طلبات زمان به مردم خدمت رسانیدن دستور و سفارش‌های مشخص دادند. یادآور می‌شویم که اهالی شهرک نوآباد را 6000 نفر تشکیل می‌دهد. خورشید نجمی‌دین، محمد سعید کمال، عمر سفر از ناحیه رشت.